آزی هاروارد، خوشحالم دوباره میبینمتون. تو مرده بودی؟ یه جوری میگه انگار یه تصادف بوده. آخرین حرفی که تو دادگاه به هم زدی یادته؟ باشد که خداوند به روحت رحم کند. تمام واحدهای در دسترس. گزارشی از یه حمله گاز سمی در مرکز خرید شهر. بری نه، هنوز اطلاعات زیادی از چیزی که باش مواجهیم نداریم. امن نیست. کیتلین، من باید برم. لطفاً برید عقب، خواهش میکنم. برای چی اون زن رو کشتی؟ اون حقش بود که بمیره. حالا بزن به چک. هنوز تو لیستم یه اسم دیگه دارم. کاری نکن اسم تو رو بهش اضافه کنم. بری صدامو میشنوی؟ علائم حیاتیش ضعیفه اما زنده است. دکتر ولز مطمئنم که حالش خوبه. نمیتونم نفس بکشم. اکسیژن نیاز داره. برو وسیله پزشکی رو بیار. با چاقوسینمو باز کن. سمنوز داخل